صحبت عاشق تو را عاشق کند، صحبت فاسق تو را فاسق کند. ببینه عاشقا جوانای پاکیزه، خوش اخلاق، با آداب، صاحب علم و معرفت، جوانایی که کسب حلال میکنن، جوانایی که وقت عبادت شد مسجد میبیاین، اینها را عاشق میگن. یعنی اینها هم کار دنیاشان میکنن، هم عبادت خداشان میکنن، هم از نعمتهای حلال خدا استفاده میبرن، هم از حراماش خداشان نگه میدارن. اینها دوستای خدا هستند. صحبت اینها انشاءالله شما را دوست خدا میکنند. اما صحبت فاسق، صحبت آدم های بد اخلاق و میزد و اوباش و زنک باز، شما را مثل خوشنچی اوباش و فاسق و بد اخلاق میکنند. صحبت عاشق تو را عاشق کند، صحبت فاسق تو را فاسق